ببینید آزادی با زنان مسلمان چی کرد. شرم و حیا و عزت و آبروی آنها را گرفت و در عوض به آنها بی‌شرمی و بی‌حیایی و ذلت و خواری داد، به درجه که حتی قدر و جایگاه خود را فراموش کردند که زن چه جایگاه والایی دارد. ای زنان مسلمان، کجا شد شرم و حیای شما که گرانبهاترین سرمایه شماست؟ کجا شد عزت و شهامت شما؟ نخواد به همین درجه پست و فرومایه شده باشید که با مردان سیاه پوست به نمایش برآمدن را فخر بدانید. این چه صحنه‌هایی است که به نمایش می‌گذارید؟ از همون فرزندان خود شرم نداشتید؟ وقتی آنها بزرگ شوند از همین کار مادرشان خجالت می‌کشند. شما با این کارتان آبروی خود و پدر و برادرانتان را می‌ریزید. آبروی فرزندانتان را لکه‌دار می‌کنید. ملت تاجیک را شرمنده می‌کنید. از الله بترسید. نخواد به همین درجه به ایمان شده باشید که گناه را به نمایش گذارید. سخن ابن عثیمین رحمه الله به یادم میرسد که میفرماید زن وقت شرم و حیاش را از دست داد، پس از عاقبت بد آن نپرس که چه عاقبت‌های بد دارد. بله، عاقبت‌های بد آن را امروزها دیده ایستاده ایم. پناه به خداوند. پروردگارا به زنان مسلمان شرم و حیا عطا فرما. آمین یا رب العالمین.